ضمن عرض سلام و شب خیر خدمت تمامی بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. من کاوان سنیعی هستم در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به خیزش سراسری مردم ایران در خدمت شما عزیزان هستیم، با این تفاوت که در سال جدید این اولین برنامه بنده خواهد بود که شروع کردیم. ضمن اینکه گرامی می‌داریم یاد تمامی جان باختگان و عزیزانی که همین الان در زندان ها هستن، عزیزانی که بازداشت شدن، عزیزانی که زیر شکنجه هستن، عزیزانی که زیر تیغ اعدام رژیم سرکوبگر هستن و همچنین خانواده های داغداری که به دنبال عزیزانشون هستن که هیچ نام و نشانی از اونها در هیچ نهاد امنیتی یا دولتی نتونستن سراغ بگیرن. یاد همه این عزیزان را گرامی می‌داریم و یاد تمامی جانباختگان این 44 سال گذشته و سال نو میلادی را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هرچند همه ما داغداریم، همه ما نگرانیم، همه ما واقعا شوکه شدیم از حجم سرکوب و وحشیگری نظام آخوندی و سپاهی. این نماینده پلید سرمایه‌داری که نه به اخلاق رحم میکنه، نه به انسانیت رحم میکنه، نه به طبیعت رحم میکنه، به هیچ چیزی رحم نمیکنه و امیدواریم که این سال جدید نتیجه تمام تلاش های 44 سال گذشته، تمام عزیزانی که در این راه قدم گذاشتن، تلاش کردن، مبارزه کردن، این مردم شریف بگیرن و برای همیشه این جرثومه های فساد را به زباله‌دان تاریخ بفرستن. در این برنامه من اختصاص دادم به مختصری در مورد رویدادهایی که در طی سال گذشته میلادی ما داشتیم. مقدمه کوتاهی رو من خدمتتون عرض میکنم از مهمترین اتفاقاتی که در طی سال گذشته افتاده و در طی اون و در ادامه برنامه از یکی از رفقای گرانمایه دعوت کردیم، رفیق بهرام رحمانی عزیز، که در این برنامه و در این سال جدید ما را همراهی کنند. پس میریم خدمت ایشون و سلام عرض میکنیم خدمتشون. رفیق بهرام سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. رفیق کاوان، منم به شما همکارانتون عصر بخیر میگم، برای بینندگان تلویزیون درود میفرستم و سال نو هم به همه شما تبریک میگم و همدردی و همبستگی خودم و با همه جانباختگانی که در 4 ماه گذشته در ایران عزیزانشون را از دست دادند یا زندانی شدند همدردی و همبستگی خودم و صمیمانه اعلام کنم. سپاسگزارم از حضور پربار شما در این برنامه. پس رفیق بهرام، برنامه را به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم. اتفاقات زیادی در طی سال گذشته میلادی افتاده، من تیتروار اونا رو عرض میکنم خدمتتون و بخش ویژه یا قسمت دوم را چون تحولات و اتفاقاتی که در طی این 100 و اندی روز اتفاق افتاده، از آغاز این خیزش سراسری تا به امروز اتفاقات بسیاری افتاده، پس اونو جداگانه و سوا بحث خواهیم کرد. پس اگه اجازه بدید من تیتروار اتفاقاتی که افتاده رو خدمت شما و بینندگان گرامی عرض کنم. خواهش میکنم کاوان جان، بفرمایید. بینندگان گرامی، همون گونه که مستحضرید و قطعا در خبرها هم همیشه دنبال کردید، ما در طی 1 سال گذشته آغاز حمله همه جانبه روسیه رو داشتیم به خاک اوکراین. همه
خیلی ها شاید باور نمی‌کردن این اتفاق بیفته ولی افتاد و نظرات مختلفی در این زمینه هم ارائه شده از اینکه کدوم سمت رو بگیرن، اینکه روسیه حق به جانب بوده و یا غرب و اوکراین. اما به هر جهت کسی توقع نداشت که انقدر طول بکشه این جنگ و انقدر اثرات مخربی و روی اقتصاد جهانی و در عرصه سیاست بگذاره. پس یکی از این اتفاقات مهم همین مسئله است و در ادامهش ما در طی چند هفته گذشته عقب نشینی‌های وسیع روسیه رو از بسیاری مناطق دیدیم. حتی بسیاری از نیروهایش را از خاک سوریه هم بیرون آورده و به روسیه یا مناطق دیگه برده. در طی سال گذشته یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد مرگ ملکه الیزابت بریتانیا بود و خودش یه تاریخچه‌ای داره برای خودش ملکه الیزابت در طول زمامداریش. اما اون چیزی که مهمه نخست وزیری لیز تراس بود. لیز تراس که همه میگفتن مارگارت تاچر بعدیه، کسی باور نمیکرد، اما خیلی زود کناره‌گیری کرد و جاش رو کسی که اصلا توقع نمیرفت گرفت و اون کسی نبود جز ریشی سوناک. در تاریخ بریتانیا ما نداشتیم که حزب محافظه‌کار کسی سرپرستش بشه که غیر بومی باشه، اما ایشون یک فرد هندی هستند و در کنار این ما تحولات دیگه‌ای داشتیم در روابط بین غرب و چین و تهدیدات متعددی که چین برای خاک اوکراین برای تایوان داشت و همچنین سفر نانسی پلوسی به تایوان و احتمالات شروع جنگ دیگه‌ای در جنوب شرق آسیا این بار که همه به نوعی اذعان داشتن که سفرهایی که نانسی پلوسی و دیگر مقامات سنای آمریکا داشتن به این منطقه همه حکایت از این داره که انتظار اینو دارن که شعله جنگ بزرگ دیگه ای رو در اون منطقه ایجاد بکنن. بعد از این مقوله ما سفر رئیس جمهور چین رو داشتیم، شی جین پینگ، به عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس. همچنین سفر بایدن به خاورمیانه و در کنار این قضیه همون گونه که اشاره کردم تهاجم روسیه به اوکراین تأثیرات بسیاری روی اقتصاد و سیاست دنیا گذاشت. به همین خاطر غرب با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه روسیه مواجه شد، به خصوص در زمینه انرژی و خیلی پیش بینی می‌کردن که سفر بایدن برای جبران کمبود انرژی و گرانی سوخت باشه. بعد از این آزمایشات موشکی متعدد کره شمالی، تهدیدات این کشور علیه همسایگانش مثل کره جنوبی و حتی به نزدیکی سواحل ژاپن هم موشک‌های قاره‌پیمایی را شلیک کرد. در منطقه هم تحولاتی در کشور عراق داشتیم. ما بعد از مدت‌ها اعتراضات گسترده طرفداران مقتدا صدر و اینکه در این کشور نمیتونستن یک ائتلاف یا همپیمانی ایجاد کنن و دولت بعدی رو بر سر کار بیارن، سر انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور همیشه کشمکش داشتن ما بین حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی. خلاصه بعد از مدت‌ها این اتفاق افتاد و اعتراضات ایران که به عنوان مهمترین تحولات، یکی از تحولات بزرگ در سال گذشته بود که همه، نه تنها ما به عنوان یک حزب سیاسی بلکه همه خبرگزاری‌های جهان و کل دنیا رو معطوف به ایران و اتفاقاتی که در ایران میافتاد کرد. در خلال این مدت تا رسیدن به سال نو میلادی قرارداد توافقی امضا شد ما بین دولت لبنان و حزب الله لبنان، یعنی دولت لبنان در واقع همون حزب الله لبنان با دولت اسرائیل که سر مرزهای آبی و همچنین منابع گازی و نفتی که در دریای مدیترانه در واقع پیدا شده که دور از انتظار بود. همچنین در این اواخر ما نشست ترکیه، روسیه و سوریه رو داشتیم و مواضع در واقع مولود چاوشوغلو و همچنین خلوصی آکار که عملاً خطاب به دولت سوریه اعلام کرد که حاضریم ما تمام مناطقی که اشغال کردیم را دست دولت مرکزی سوریه بکنیم. همچنین اون 3.5 تا 4 میلیون آواره‌ای هم که در کشور ترکیه هستن
به شرط تضمین امنیت جانیشون حاضرن اینا رو هم برگردونن به خاک سوریه. پس اینا مجموعه مهمترین تحولاتی بوده که در طی سال گذشته داشتیم. در کنارش ما همچنان کرونا رو هم داشتیم، اما به نوعی کرونا عادی سازی شده بود و سودهای کلانی که این شرکت‌های داروسازی در این زمینه بردن. میریم خدمت رفیق بهرام رحمانی عزیز. رفیق بهرام، با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، اگه بخوایم یک نگاه اجمالی بندازیم از کل جهان و بعد بیایم به منطقه، همه این تحولات چه تأثیر و تأثیراتی روی ایران و مناسبات ایران با این کشورها خواهد داشت؟ ببینید، شما به درستی برخی مهمترین وقایع جهان را اینجا برشمردید، اشاره کردید. به نظر من ما تو این فرصت کم نمیتونیم به همه اون حتی نمونه هایی که شما اشاره کردین بهش بپردازیم. به نظر من وضعیت گذشته جهان را من تو این برنامه محدودمون در واقع در 3 بعد کلان میبینم. یه بعد این مسئله حمله روسیه به اوکراین و این جنگی که تا به امروز ادامه داره، هرچند که آغاز کننده این جنگ پوتین ناسیونالیست مذهبی روسی بود و باید این حمله را شدیداً و بدون هیچ گونه ملاحظه محکوم کرد، اما طرف مقابل که زلنسکی باشه، رئیس جمهور اوکراین، در واقع توافقاتی که با کشورهای عضو ناتو داشته و در رأس همه آمریکا داشته، به هر رو باعث شده که در واقع این جنگ به نوعی به یه تقابل جهانی روسیه با پیمان نظامی ناتو تبدیل بشه و میلیاردها دلار و اسلحه پول نقدی که در اختیار اوکراین گذاشتند، به هر رو بخشی از اینها خیلی روشنه که نه برای جنگ هزینه میشه و نه برای مردم داغ دیده و ستم دیده جنگ دیده اوکراین مطرح. حدود 14 میلیون از جمعیت اوکراین آواره شدند، اون کشور ویران شده و ما میبینیم که کشورهای به اصطلاح مترقی جهان، پیشرفته جهان، به جای اینکه تلاش کنند این جنگ تموم بشه و در واقع بنزین رو این جنگ پاشیدن. حتی کشورهایی مثل فنلاند و سوئد که تاریخاً بی‌طرف بودند و عضو پیمان نظامی ناتو نبودند و تو این دوره چگونه تلاش کردند که عضو ناتو بشن. پیمان نظامی ناتو یه پیمان دفاعی نیست، در مقابل هیچ کشوری به اروپا حمله نکرده یه پیمان نظامی داشته باشه. این یه پیمان تهاجمیه، یه پیمان جنگیه و آثار اینو ما قبلا در لیبی، عراق، افغانستان و سوریه و یمن میتونیم به روشنی ببینیم. یعنی پیمان نظامی ناتو اون جهنمی که برای بشریت حداقل بعد از جنگ جهانی دوم درست کرده، هنوز روسیه در اول اون جهنم قرار داره که آغاز کرده. دوم مسئله را من در سطح کلان خود وضعیت ایران را میبینم. در بیش از 3 ماهی که این جنبش مقاومت نوین ایران بعد از قتل دختر عزیزمان مهسا امینی شروع شد و با شعار زن، زندگی، آزادی طولی نکشید تمام جهان را فرا گرفت. امروز تمام دولت‌های پیشرفته اروپایی و آمریکا با وجود اینکه به فکر منافع خودشون هستند، در ظاهر هم شده مجبور شدن در مقابل این قدرت از مواضع خودشون پایین بیان و رسما جمهوری اسلامی را محکوم کنند، در صورتی که اینا نه به فکر مردم آمریکا، اروپا هستند، نه به فکر انقلاب مردم ایران.
به فکر جیب‌ها، کمپانی‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌های خودشون هستن و قدرت سیاسی نظامی خودشون هستن، ولی این جنبش به حدی قدرتمند بوده که به هر روی این دولت‌ها را وادار کرده از این جنبش دفاع کنند. شعار زن، زندگی، آزادی که میشه تحلیل‌ها، تفسیرها و نقاط مختلف هم انترناسیونالیستی، هم سوسیالیستی و کمونیستی، هم ناسیونالیستی، هم فمینیستی از توش در آورد. به نظر من این شعار بسیار پرمحتوا و با مسماییه که در واقع به طور کلی علیه تبعیض و ستم و استثمار جنسیتی، ملیتی و طبقاتی هست از نظر من. بنابراین این شعار امروز به زبانهای نه تنها زنده دنیا و حتی زبانهایی که خیلی محدود و میراهم هستند این شعار ترجمه شده و وضعیتی که تو این 3 ماه این جنبش مقاومت نوین ایران وجود آورده هم برای جامعه ایران و هم برای جامعه جهان شگفت انگیز و رشک برانگیزه و دیگه همه میدونن به هیچ وجه نمیتونه این وضعیت ایران را به 3 ماه پیش برگردونه. مسئله دیگه که به نظر من خیلی خیلی مهمه تو تحولات منطقه جهان دولت ترکیه است. دولت ترکیه به رهبری اردوغان که عاشق عثمانیگری، سلطانی و افکار مالخولیایی فاشisتی داره، از جنگ داخلی لیبی گرفته، سوریه گرفته و کردستان گرفته، آذربایجان، ارمنستان گرفته، مدیترانه گرفته، تو سال گذشته دخالت کرده ولی امروز قراره که تا 3 ماه آینده انتخابات سراسری در ترکیه برگزار بشه. روی آورده به انواع اقسام بازی هایی که اردوغان بتونه بعد از 20 سال بازم اون قدرت فاشisتی خودشو بتونه حفظ کنه. برای مثال روی آورده رابطه‌شو با اسرائیل داره عادی میکنه، رو گذاشته به عربستان و قطر، دوباره ازشون کمک مالی گرفته و برای اولین بار بعد از 11-12 سال جنگ داخلی سوریه که اردوغان بارها گفته بود ما به هیچ وجه با بشار اسد یه جا نمیشینیم و این دولت رو به رسمیت نمیشناسیم، مجبور شده بشینه یه مذاکره 3 جانبه بین حکومت جنگ طلب بشار اسد و روسیه و ترکیه برگزار بشه که خبرگزاری ها این خبر رو اعلام کردن که ترکیه اعلام آمادگی کرده نیروهاشو از ادلب و از داخل سوریه بیرون بکشه. و جدا از این مسئله الان 12 ساله که ترکیه تمام تلاش رو به کار بسته. روژاوا که یه نقطه امیدی در خاورمیانه سیاه به حساب میاد اینو از بین ببره، ولی هنوز موفق نشده. اردوغان تلاش کرده 30 کیلومتر داخل اقلیم کردستان در توافق با حاکمیت اقلیم کردستان بی‌کفایتی دولت حکومت مرکزی عراق حتی پایگاه‌های نظامی درست کنه، حتی درختای کوههای قندیل رو ببره و علیه PKK حتی از بمب‌های شیمیایی و خطرناک و ممنوع استفاده کنه و مردم کردستان ترکیه را به شدت سرکوب کرده، جنبش کارگری را سرکوب کرده، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده، جنبش زنان و جنبش دانشجویی را سرکوب کرده. الان روی آورده از یه طرف در سطح بین‌المللی به دبستان‌هایی که شروع کرده
به هر رو به نوعی اینها را دستاویز انتخابات آتی بکنه. و از طرف دیگه میبینیم که تو استانبول بمبگذاری شده، اردوغان بلافاصله اینو به PKK نسبت داده، بعد معلوم شد که نه، یک کس داعشی بوده که احیانا هم طرفداران خودشونه و ما نمیدونیم میتونه این کار بکنه. و اردوغان اون چیزی هم که سال گذشته حتی از سوئد و فنلاند خواسته اینا درخواست عضویت در ناتو کردن، شرط اینو گذاشته که حدود 95 نفر از مخالفین دولت ترکیه، چه ایرانی توشون هست چه روژاوایی توشون هست چه ترکیه‌ای، به ترکیه تحویل بدهند، موافقت کنه دولت سوئد و دولت فنلاند عضو ناتو بشن. در پشت پرده بدبستان‌هایی هم داشتند و دارند هنوز. به هر رو میخوام بگم این 3 موضوعی که من برشمردم، جنگ اوکراین و علاوه بر تأثیرات جنگی بر بحران سوخت، برق، بنزین هم در سطح جهان تأثیر گذاشته و تورم گرانی در واقع جهان را گرفته، سرمایه‌داری حتی اون اجناسی که ربطی به جنگ روسیه و اوکراین نداره اونها هم از این وضعیت استفاده کرده، بالا برده. و وضعیت ایران مهمترین وقایع سال گذشته بودن که در صورتی که وقایع دیگه مثل جنگ داخلی سوریه، جنگ داخلی یمن، مسئله افغانستان، مسئله عراق، اینام یا کشمکش‌هایی که بین آمریکا و چین بوده، اینا مسائل بسیار مهمی هستن که به هر رو همینطور که عرض کردم توی برنامه کوتاهمون نمی گنجه به همه اونها همه جانبه بپردازیم. سپاسگزارم، بسیار عالی. به یه موضوع اشاره کردید رفیق برام، یکی از مهمترین این تحولات ایران بوده، یعنی مخصوصا همین اعتراضاتی که تو این 100 و خورده روز گذشته اتفاق افتاده. بحث اینه که وقتی این 3 کشور میشینن، سوریه، ترکیه و روسیه، با هم، اونم در سطح مقامات بالا، وزیر دفاع، در سطح نخست وزیر یا معاون رئیس جمهور، و ایران رو دعوت نمی‌کنن. بالاخره ایران هم یک پای ماجرا در سوریه است. پیشترش هم من تو عنوان‌هایی که خدمتتون عرض کردم گفتم که اصلا سابقه نداشته که نماینده حزب الله دولت لبنان عملاً دولت حزب الله است، میره میشینه قرارداد با یائیر لاپید میبنده، دولت پیشین اسرائیل، و بعدش هم میاد اعلام میکنه که ما نیروهامون رو از مرزهای اسرائیل دور میکنیم. همین امروز هم خبرهایی مبنی بر اینکه سید حسن نصرالله مثلا در حال فوت و داره میمیره و سکته مغزی کرده، بردنش بیمارستان، و یعنی یه زنگ خطری احساس نمی‌کنی تو این اتفاقات برای جمهوری اسلامی. حتی از طرف چین هم، این روسیه بوده که ایران رو عملاً کنار گذاشته، چین هم پیشترش که در سفری که به خلیج فارس داشت رسما اعلام کرد که 3 جزیره تنب کوچک، بزرگ و ابو موسی متعلق به امارات و ایران، اینا رو باید پس بده. ببینید، جمهوری اسلامی به مسئله خیلی مهمی شما انگشت گذاشتید که به تحولات جنبش انقلابی نوین ایران میپردازیم، ولی اون چیزی که تو همین سوال شما بر رو اشاره کردیم مهمه، اینه که جمهوری اسلامی در واقع امروز برای دوستانش هم دوست خوبی حساب نمیشه و مزاحم به حساب میاد. و چرا اینجوری شده؟ دلیلش اینه که اون جنبش فضا را به جایی رسونده که هر کسی با جمهوری اسلامی به دبستانی داشته باشه، سلام علیکی بکنه، آلوده میشه به جنایت‌های جمهوری اسلامی. بنابراین هر کس میخواد خودشو مبرا کنه. به چند تا نمونه اشاره کنم، شما هم اشاره کردید. آلمان یکی از قدرتمندترین دولت‌های اتحادیه اروپا
همیشه طرفدار این بوده که با جمهوری اسلامی باید دیالوگ انتقادی کرد، نباید بایکوت کرد. حتی دارابی، تروریستی که شرفکندی به همراهانش رو در برلین در رستوران میکونوس کشت و ابد محکوم شده بود، آزاد کرد. امروز داره میگه که ما تمام روابطمون را با ایران قطع میکنیم. حتی وزیر امور خارجه آلمان خارج از این روابط مناسبات دیپلماتیک مرتب از طریق توییت زدن جمهوری اسلامی را محکوم میکنه. ایتالیا چند پیش رئیس جمهور قبلی ایتالیا که رئیسی رفته بود اونجا، مجسمه های لخت و پوشونده بودن که رئیسی بتونه از اونجا بازدید کنه. ولی این جدید که عبداللهیان خواسته بود که باش دیداری داشته باشه، اونم از طریق مجراهای دیپلماتیک جوابشو نداد. به وزیر امور خارجهش گفتش که من وقت ندارم عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران را ببینم. حالا از این بیاییم به با ترکیه نسبتا روابط خوب داره، با روسیه روابط بسیار حسنه داره، با چین بسیار حسنه داره. چین که رئیس جمهورش موقعی که همه موضوعی که شما اعلام کردین در سفری به عربستان اعلام کرد، تا 3 روز جمهوری اسلامی شوکه بود، نمیتونستن چی کار کنن. و اینو تاثیر همین جنبش اخیر ایران نمیدونید که بله که با اون تجارت وسیعی که با جمهوری اسلامی داشت این گونه بیاد پشت این بله تجارت گفته بودند ایران را فروخته به چین، قرارداد نمیدونم 25 ساله دارن و چین یکی از حامیان جمهوری اسلامی، دوستای جمهوری اسلامی مطرح میشد، صراحتا موضعش رو با جمهوری اسلامی با اون بحث جدا کرد. روسیه که تو این جنگ اوکراین از ایران موشک خریده، پهپاد خریده و در مقابلش سلاح‌های پیشرفته در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته، در جنگ داخلی سوریه که همیشه دولت بشار اسد و روسیه و ایران با هم متحد بودند، ترکیه در مقابل در واقع اینها بود، از اپوزیسیون تروریستی جمهوری اسلامی سوریه دفاع میکرد. امروز میبینیم اینا برای اولین بار مذاکرات 3 جانبه داشتن، نشست 3 جانبه داشتن، جمهوری اسلامی را کنار گذاشتن. این خیلی معنی داره از معادلات جمهوری اسلامی که لشکر زینبیون فاطمیون رو اونجا داره، سپاه قدس اونجا داره، با تمام امکانات سالی میلیاردها دلار برای جنگ داخلی سوریه هزینه کرده، از حلقوم کارگران ایران بیرون کشیده، به اون جنگ اختصاص داده تا حکومت جنگ طلب و فاشیست بشار اسد رو سرپا نگه داره. حتی اینو میبینیم موقعی که یکی از تروریست‌های سپاه قدس که گویا در سوریه مرزهاش توسط اسرائیل اینا دستگیر شده بوده، اینو در اختیار روسیه گذاشته بودن و ایشون اصلیتش مال آذربایجان، جمهوری آذربایجانه، همین چند روز پیش تحویل دادن تو این ماجرا. و حتی در روسیه چند نفر سوای اینی که شما میگید خود دولت آذربایجان گرفت اون سازمان امنیتش، اما روسیه هم یعنی گروه کسی که من میگم سازمان امنیت جدا بوده، این در اختیار روسیه بوده، تازه تحویل جمهوری آذربایجان دادن، اسمش یادم نیست، اون موضوع دیگه ایه شما میگید. و از طرف دیگه ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به همین شکل دوستا و متحدین خودش رو از دست داره میده و دلیلش هیچ چیز دیگه نیست. الان اون ضعف و تزلزل و
امکان فروپاشی که جمهوری اسلامی در مقابل جنبش نوین انقلابی ایران داره و این دولت ها دارن حساب خودشون رو از جمهوری اسلامی جدا میکنن که احتمالا منافعشون در ایران در آینده جامعه ایران به خطر نیفته. بله اینا حامی انقلاب ایران نیستن، نه آمریکا هست، نه اتحادیه اروپا هست، نه ایتالیا هست، نه ترکیه هست، نه جمهوری آذربایجان هست، نه اسرائیل و عربستان و چین و روسیه. ولی اینا دارن تلاش میکنن که اولا آبروشون میره تو این وضعیت در کنار یه رژیمی که شبانه روز آدم میکشه بایستن و روزنامه‌نگاراشون، هنرمنداشون، افکار عمومیشون به اونا فشار میاره. آقا شما در این وضعیت شما چی میگین؟ چرا ساکتین؟ حتی میاد هنوز یونیسف که سازمان وابسته به سازمان ملل دفاع از کودک میکنه، در مقابل این کودک کشی جمهوری اسلامی که حدود 67 تا کودک کشته تو این 3 ماه، فقط به دلیل روز جهانی کودک اطلاعیه صادر کرد، نه قبل از اون صادر کرده نه بعد از اون. یا میبینیم سازمان ملل میشینه کمیته حقیقت یاب تشکیل میده، بعد معلوم میشه که این کمیته حقیقت یاب خانمی که به ریاستش انتخاب میشه با لابی جمهوری اسلامی در آمریکا، با تریتا پارسی و برادرش روزبه پارسی ارتباط بسیار نزدیکتری دارن، عکس‌های مشترک، کنفرانس‌های مشترک دارن. تازه این کمیته حقیقت یاب قراره بره چند ماه دیگه گزارش رو تهیه کنه بده سازمان ملل، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب. ولی الان ما هر روز 10 فیلم و عکس از جنایت‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم و قبل از اون 9 ماه دادگاه حمید نوری، دادیار سابق جمهوری اسلامی رو در مورد کشتار 67 می‌بینیم و قبل از اونم ایران تریبونال در مورد جنایت‌های 67 می‌بینیم، یا دادگاه آبان تو لندن می‌بینیم. همه اینها هزاران صفحه سند در مورد جمهوری اسلامی و هزاران فیلم وجود داره. کافیه که ما کارشناسای سیاسی، اجتماعی، قضات، دیپلمات‌ها اینا را ببینن، آنالیز کنن، بیان بگن آقا این جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت کرده. قبلا هم این جرایم علیه جمهوری اسلامی صادر شده. ولی چرا برن کمیته حقیقت یاب تازه بره دنبال نمیدونم جمهوری اسلامی که اجازه میدونن نمیده، تا کنون اجازه نداده، و برن این حقیقت از کجا میخوان پیدا کنن؟ از آرشیو کدوم دولت میخوان پیدا کنن؟ آرشیو دولت ها پر از عملیات تروریسم جمهوری اسلامیه، همه دولت های جهان. پس بنابراین اون چیزی که من میخوام نتیجه بگیرم از این بحثم، این جنبش انقلابی ایران، نیروهای انقلابی باید تلاش کنند جمهوری اسلامی در بایکوت سیاسی قرار بگیره، دولت‌ها را موظف کنند که این تروریست دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را از کشورهاشون خارج کنند، دیپلمات‌های خودشون را فرا بگیرند. این برخلاف تحریم اقتصادی که روی مردم تأثیر گذاشته تا کنون، روی حاکمیت، روی جمهوری اسلامی تأثیر میذاره. ولی اگه کسی، نیروی، فردی، جریانی دل به این ببنده که واقعا این دولت ها حامی این انقلاب هستن، حامی تحولات جامعه ایران به نفع کارگران، به نفع زنان، به نفع مردم تحت ستم، به نفع محیط زیست هستن، به نظرم یا توهم دارند، آگاهی ندارند، یا اینکه واقعا در اون مسئله منافعی دارند. بنابراین بسیار بسیار مهمه که ما آسیب‌های اجتماعی این جنبش رو ببینیم و تأکید کنیم که تمام دولت‌ها موظفن جمهوری اسلامی را محکوم کنن، ولی اجازه ندیم هیچ دولتی در این جنبش دخالت کنه و بتونه اون بلایی که سر
بهار عربی آوردن، دوباره این بلا رو سر انقلاب ایران بیارن. سپاسگزارم. اتفاقا تو همین زمینه زمزمه هایی هم هست، مخصوصا مصاحبه های مختلفی که شاهزاده انجام میده و یا اینکه امروز من خبرهای شنیدم راجع به اینکه چندین نماینده صنایع آمریکا عملا حمایتشون رو از مجاهدین خلق اعلام کردن و چه میدونم مریم رجوی رو به عنوان رئیس جمهور موقت دولت موقت یا آینده ایران انتخاب کردن. تلاش هایی هست در این زمینه، نمیشه نادیده گرفت که جلسات مختلف یا خبرهایی در مورد توافقات، همپیمانی هایی. کاملا کابل جان، همین ما این آسیبای اجتماعی رو باید ببینیم، جدی هم بگیریم. ولی دو تا وضعیت موقعی که ما تحلیل میکنیم بین سلطنت طلبها و مجاهدین وجود داره. تو این 3 ماه خیزشی که بوده، این تظاهرات ها، حرکت هایی که در خارج کشور بوده، مجاهدین هیچ موقع آرم و پرچم خودشون رو وارد این تظاهرات ها نکردن. خودشون شرکت کردن ولی نکردن. برعکس ما میبینیم که این گروه های سلطنت طلب که اقلیت بیش نیستن، در یه جاهایی سرمایه گذاری کرده، حالا رضا پهلوی و خانواده‌اش اینا پرچم تولید میکنن و این پرچم و صد تا اینا بغل میکنن، دست هر نفر 4 تا پرچم میدن. ما در خارج کشور اینقدر پرچم ندیده بودیم که این بار میبینیم. تلویزیون‌های مثل اینترنشنال مرتب اینا را جلو صحنه میارن، باشون مصاحبه میکنن، اینا را نشون میدن. رضا پهلوی خودش در یه مصاحبه میگه که من از هیچ جریان دفاع نمیکنم و هیچ مسئولیتی هم ندارم، ولی بلافاصله همونجا داره میگه من با نهادهای بین المللی، دولت‌ها دارم مذاکره میکنم. سوال اینه که آقای رضا پهلوی، شما که هیچ کار این خودتون درست داریم میگین، از طرف کی با دولت‌ها مذاکره میکنید؟ پشت پرده با اونا چی میگید؟ یعنی میخوام بگم این تفاوت رو در مورد اپوزیسیون ایرانی، حالا مجاهد گرفته، سلطنت طلب گرفته، چپ گرفته، باید به قول معروف اینو ببینیم و اینم ببینیم که متاسفانه گرایش چپ در خارج کشور ضعیف عمل کرده، در مقابل این جنبش ضعیف حرکت کرده و به اون شکلی که بهرو باید وارد عمل می کرده، باید امکاناتش رو با خلوص و نیت در اختیار این جنبش قرار می داده، متاسفانه نداده. البته این در مورد همه من نمیخوام بگم صدق میکنه، استثناءهایی وجود داره، ولی عمومیت همینو نشون میده. بنابراین اون چیزی که ما از داخل ایران نگاه میکنیم، موقعی که به جوانانی که تو خیابونها هستن به شعارهاشون نگاه میکنیم، موقعی که تو دانشگاه ها اعتراضشون، شعارهاشون نگاه میکنیم، موقعی که به کانون نویسندگان ایران اطلاعیه‌هاشون نگاه میکنیم، موقعی که به کارگران شرکت هفت‌تپه اتوبوسرانی تهران، کارگران پیمانی صنایع نفت یا کارگران رسمی پتروشیمی و نفت نگاه میکنیم، کارگران جاهای دیگه نگاه میکنیم، یا شورای بازنشستگان نگاه میکنیم، کانون صنفی معلمان نگاه میکنیم، میبینیم که اینها کلاً 2 تا مسئله را به ما یادآوری میکنن، به ما گوشزد میکنن. یکی اینکه این جنبش غیر متمرکزه، یعنی رهبری فردی نمیخواد. اون شعاری که مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر، یه شعار خیلی جدیه و این در واقع به نوعی همین موضوع بحثی که سالهاست اسماعیل بخشی، نماینده جوان کارگران شرکت هفت‌تپه، سالها مطرح کرده، مدیریت شورایی، نه حکومت شورایی، مدیریت شورایی مطرح کرده. امروز ما به نوعی این غیر متمرکز بودن این جنبش رو میبینیم. هر شهری، هر کشوری، هر منطقه‌ای بنا به توان ظرفیت خودش و فراخوان‌های خودش رو میده.
دوم مسئله بحث رهبریه. از گرایشات چپ گرفته تا راست در خارج کشور به یه موضوع مشترک اشاره میکنند، اونم اینه که این جنبش رهبر نداره. میخوام بگم که ما اگه واقع بینانه نگاه کنیم، من تو استکهلم زندگی میکنم، تو 14 تو بسیاری از حرکت‌ها دستن در کار بودم، عضو حزب کمونیست ایران بودم، یه دوره حزب کمونیست کارگری بودم، از فعالینشون بودم، در صدها اکسیون سازماندهی کردیم تو خارج کشور و موقعی که ما اینجا به راحتی اطلاعیه میدیم، از رادیوها تبلیغ میکنیم، از تبلیغات دیگه استفاده میکنیم، میایم اون میدون میخوایم جمع بشیم، نه قراره پلیس حمله کنه، نه کسی زخمی بشه، نه کسی دستگیر بشه. میبینیم که دلخواه خودمون نبوده. و چگونه است که 92 نقطه تهران فراخوان داده میشه، میریزن بیرون، تظاهرات میکنن، میدونن که اینها با پلیس تا دندان مسلح خشونت طلب و فاشیست اسلامی طرفن، میدونن کشته میشن، میدونن دستگیر و زندانی میشن، میدونن ربوده میشن، ولی میان بیرون. خب این خود به خودی اومده بیرون؟ نه، خود به خودی نیومده. این اتفاقا به مراتب داخل ایران پیچیده تر، سخت‌تر و مشکل‌تره. سازماندهی داره، سازماندهی درونی داره، رهبر تئوریسین داره، شعار تهیه کننده داره، تبلیغ کننده داره، فیلم بگیرنده داره و رهبر عملی داره. کسایی که تو این سالها یه پاشون زندان بوده، یه پاشون جنبش‌های اجتماعی. بنابراین ما اون شعاری که در خارج کشور داده میشه، این جنبش بی رهبره، این کسایی که این شعار مطرح میکنن رهبری خودشون را میخوان، رهبری خودشون تو این جنبش به خطر افتاده. اون جنبش رهبر داره، اون جنبش هزاران کارگر، روزنامه‌نویس، زن، مرد، دانشجو، فعال محیط زیست، معلم، میتونه به قول معروف شورای سرجم 5000 نفره داشته باشه، سراسر ایران نمایندگی کنن، نه اینکه سراسر ایران نمایندگی کنن، یه شورای مرکزی تشکیل بدن که بتونه هم این تحولات مدیریت کنه، هم آینده جامعه ایران را تصویر کنه، هم بتونه در آینده جامعه ایران به هیچ حزب و فردی اجازه نده از بالا سر جامعه ایران دخالت کنن، جنبشاشو، انقلاباشو به یغما ببرن، نابود کنن. همینطور که انقلاب مشروطیت و رضاخان از بین برد، انقلاب 57 جمهوری اسلامی خمینی از بین برد و این انقلاب هم این نیروی جوانی که الان به ویژه زنان پیشگام این جنبشن با شعار زن، زندگی، آزادی، به هیچ کس اجازه نمیدن از بالا سر اینا دخالت کنه. وظیفه ما چیه؟ وظیفه اپوزیسیون چیه؟ به نظر من اپوزیسیون وظیفه خیلی مهمی داره. این اپوزیسیون تو 40 سال گذشته جانفشانی‌های زیادی کرده، به ویژه اپوزیسیون چپ علیه جمهوری اسلامی جانانه مبارزه کرده، بهای زیادی دیده، قربانیان زیادی دیده، ولی این جنبش امروز نباید این نیروها ادعای رهبری کنند. اینها در بهترین حالت باید مشاورای بسیار خوبی به نیروی جوان انقلابی در تحولات ایران باشند که اطلاعات و تجربیات خودشون را در اختیار اینا بذارن. اونا به بهترین وجهی جسورانه، بیباکانه مدافع آزادی، برابری و مدافع لغو هر گونه ستم جنسی، ملی و طبقاتی هستند. بنابراین من وظیفه نیروهای خارج از کشور رو از خودم به عنوان یه فردی گرفته تا سازمان جمع، کسی از من بپرسه میگم پیشنهاد من اینه که ما مشاورای خوب و برای اون جنبش نیروی جوان باشیم، اطلاعات تجربیاتمون را در اختیار اونا بذاریم، صدای اونها را به گوش جهانیان بذاریم.
ادعای رهبری نکن. سپاسگزارم، بسیار عالی. رفیق برام، وضعیت الان جنبش رو چگونه میبینید؟ مثلا خیلی ها میگن دیگه افتش شدید شده، بعضی ها میگن نه، نحوه مبارزه تغییر کرده. شما به نکته بسیار جالبی اشاره کردید، گفتید که رهبران خودشو داره. مثلا 2 شبه ما تو سمیروم اعتراضات شدید داریم، سمیروم اصفهان، یا تو جوانرود دیروز به معنای واقعی در مراسم 40 جانباختگان جمعیت فوران میکرد در این شهر و دست و پای رژیم رو بسته بود. میبینیم بعد از این که به شب میرسه یا فردا روزش، امروز مثلا تو سمیروم نیروهای سرکوبگر هجوم بردن به خونه اونایی که فرزندشون رو از دست دادن، به خانواده هاشون هم رحم نکردن، با باتوم زدنشون تو خونه خودشون. میدونه رژیم، یعنی خودش هم به این قضیه پی برده که همین خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن، همینا میتونن رهبر یک محله‌ای باشن، میتونن یه شهری رو به جریان بندازن، یه روستایی رو یا چند تا روستا رو با هم متحد کنن. خودش هم اینو میدونه، واسه همینه میره حمله میکنه به یه خانواده داغدار. بس اینه که خب الان وضعیت رو چگونه میبینید؟ ما توی مقطعی یه صعود بالا داشتیم، مثلا جنبش تا اوجش رفت، همین بحثای رهبری اینا بود، همون موقع نبود آلترناتیو بود، الان هم بازم هست، یعنی همین الان هم که باز همین خود کمتر شده، باز هم همین بحث هست. ولی به قول شما هیچ کس نمیاد راجع به این قضیه بحث کنه که اینایی که راه میفتن، بچه مدرسه دبیرستانی که میاد بیرون، و الا کجای دنیا دیدید که مثلا کدوم نیروی سرکوبگری بیاد دختر 13-14 ساله رو ببره بهش تجاوز بکنه بعد جسدش رو پرت کنه بیرون؟ میدونه رژیم هم که اینا دارای سازمان یابی هستن، سازماندهی شده هستن، حتی تو دبیرستان ها. واسه همینه که به همه داره هجوم میبره، رحم نمیکنه. اما الان وضعیت رو چگونه میبینید و چی کار باید بکنیم که اون راندمانش بره بالا، یعنی هزینه برای رژیم بره بالا و دستاوردش برای مردم هم ملموس باشه؟ ببینید، ما در همین جامعه اگه یه مقایسه تاریخیش و اینا را نمیخوام مطرح کنم، دهه 60 کسایی که زندانی می شدن، دستگیر می شدن، حتی خانوادهشون وحشت می کردن که اسمی از فرزند دستگیر شده شون ببرن، مادر پدرها. کسایی که اعدام می شدن حتی خانوادهشون دوری می کردن، دوستاشون دوری می کردن، وحشت داشتن، اعلام نمی کردن. ولی امروز ما میبینیم کلیه کسایی که چه تو تظاهرات ها کشته شدند، چه اینا رو بودند، به قول شما بهشون تجاوز کردند، جنازه مسلح شدهشون را زیر پل‌ها انداختن، رودخانه انداختن، حاشیه شهرها انداختن، یا تو ساختمون‌ها انداختن، ساختمون‌های نوساز که گفتن خودکشی کردن، خودشون را از ساختمون‌ها بلندی‌ها انداختن. همه اینها مادرها پدرها با افتخار میاند به مردم فراخون میدن که ما میخواییم بریم مراسم سالگرد 70 40 بچه‌مون را بگیریم و اونجا با میستن در مقابل و در محاصره نیروهای امنیتی تا دندان مسلح خشونت طلب حکومتی، میگن مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ما ایستادیم تا آخر. این شعارها را دارن میدن. ما توجه کنیم به مادرها پدرهایی که با زبان ساده تو این مراسم‌ها دارن آرزوهاشون را توضیح میدن. مادری که تو کردستان داره میگه که من موقعی که سن تو بودم من شوهر دادن تو را به دنیا آوردم، الان فکر نکن تو زیر خاکی. ما جدا نشدیم، با همین دنیای خودمون را، آیندهمون را با هم خواهیم ساخت. خانواده‌ای که کشتن بچه‌شو، جنازه‌شو بهش تحویل ندادن،
مراسم میگیره، میگه لباساشو به عنوان سمبولیک میخوام خاک کنم. یعنی امروز من یا سیستان بلوچستان که به لحاظ فقر اقتصادی در محاصره رژیم بوده، در سرکوب رژیم بوده، بنابراین هم فقر فرهنگی وجود داره، هم فقر اقتصادی وجود داره. با این جنبش اولش حرکت نکردن. موقعی که فهمیدن سرهنگ رئیس پلیس به یه دختر روستایی 15 ساله تجاوز کرده، به خیابونا ریختن و رژیم به خاطر اینکه اینها رو مرعوب کنه، جلو اینها رو بگیره، جوم سیاه به وجود آورد. تو جوم سیاه از هوا و زمین با تیربار و هلیکوپتر بیش از 95 نفر رو کشتن. بچه 3 ساله بوده بینشون تا آدم پرسن. بعد از اون ما میبینیم که این به طور روتین تبدیل شده به یه جنبش اجتماعی. جمعه ها به قول معروف هر بار که ما داریم میبینیم این جمعیت بیشتر و بیشتر میشه. ما میبینیم که حتی مفتی عبدالحمید که نماینده خامنه‌ای در سیستان بلوچستان در زاهدان بود، یه دوره‌ای به خاطر دفاع از داعش، اون جایزه صلحی که بهش داده بودن ازش گرفتن، امروز میاد قدم به قدم تو آخرین صحبتاش داره میگه که زن حق داره، زن و مرد برابرن، بهائی‌ها حق دارن تو این کشور. اینو یه آیت اللهی داره میگه که این چیزا براشون تازگی داره به زبان بیاره. این جنبش وادار کرده حتی اون آیت الله هم تو نماز جمعش، خطبه‌های نماز جمعش از این جنبش دفاع کنه. بنابراین ما اینا را در نظر بگیریم، همین مسئله جوانرود در نظر بگیریم، شهرها، شهرک‌های کوچکی که در جنوب شمال و کردستان و آذربایجان نمیشناسیم، امروز این جنبش وامیسته در مقابل نیروهای سرکوبگر مقاومت میکنه. اینا را داریم میبینیم. موقعی که دانشجویان را داریم میبینیم، موقعی که معلمان را داریم میبینیم، زندانیان سیاسی امروز یکی پس از دیگری نامه سرگشاده مینویسن تجاوز به زندانیان در زندانها و انواع شکنجه، حتی میگه تهدید میکنن که خانواده ها بچه هاشون را بیرون میکشند، همکاری نکنند. داریم میبینیم که یه جنبشی راه افتاده. این جنبش ترسی از این حکومت نداره، ترسی از گلوله و نیروی انتظامی و لباس شخصی و نظامی و نوپو و غیره نداره و داره این جنبش رو من بخوام تو این 3 ماهه یه جنبندی بکنم، به جرئت میتونم بگم که این جنبش تحولات خیلی زیادی داخل جامعه ایران به وجود آورده. الان دیگه کسی از حاکمیت مدافع گشت ارشاد نیست. حتی بهانه کردن گشت ارشاد رو برداریم، فکر میکردن مردم آروم میشه، دیدن نه نمیشه. دیگه حجاب امر زنان نیست، خیلی عادی شده. عمامه پرانی در خیابونها خیلی عادی شده. ما امروز تو نمیدونم جوانرود بود اگه اشتباه نکنم، یه دختری جوانی آزاد با موهای بلند مشتاش گره کرده در مورد نیروهای مسلحی که روبروش بایستادن. یعنی میخوام همه اینا رو بگم، چیزایی در ایران تغییر کرده و این تغییرات به 3 ماه بعد بر نمیگرده. ولی این که گفته میشه که این جنبش آروم میشه، افت پیدا میکنه، اینا همه خیلی طبیعیه. جنبش اینجوری نیستش که همه هر روز به قول معروف آماده باشن بیان بیرون. میبینیم هر دفعه یه جایی میان بیرون، یه شهری میان بیرون. این پیگیر رو ادامه داره. میتونه جمهوری اسلامی، دیدیم زاهدان جوم سیاه درست کرد. این جوم سیاه ها رو انتظار داشته باشیم تو کردستان، آذربایجان، شمال، تهران، کرج هم اتفاق خواهد افتاده کما بیش. ولی هیچ کدوم از اینها
نمیتونه دیگه مردم رو به خونه هاشون برگردونه. ما هنوز شاهد اون هستیم به طور جدی کارگران رسمی وارد اعتصاب و اعتراض نشدن، هرچند که صداهایی میشنویم حمایت میکنند از این جنبش. هنوز مدارس، دانشگاه ها به طور رسمی و سراسری وارد این جنبش نشدن. هنوز کارمندا به اعتصاب نپیوستند. ولی با وجود این تا همینجا جمهوری اسلامی را دچار سرگیجه سیاسی کرده این جنبش. بنابراین ارزیابی من اینه که این جنبش هم رهبر داره، رهبر عملی داره، تئوری داره. این جنبش خواهان آینده مدیریت شورایی در جامعه ایران، از دولت ملت خیلی فاصله گرفته. این جنبش آینده ایران، آزادی زبانهای مادری، آزادی تمام خلقای ایران میبینه، برابری زن مرد در همه عرصه‌ها. روسری کسی سرش بکنه، لباس اسلامی بپوشه نپوشه، امر خود انسان ها امروز هم در فردای ایرانه، مذهبی باشه نباشه. ولی مسئله اینه که اون جامعه داره یه جامعه آزاد و برابر و بدون آقا بالا سر و بدون تبعیض داره میبینه. من ارزیابیم اینه که این جنبش جمهوری اسلامی را در سراشیبی قرار داده. جمهوری اسلامی دیگه توان و قدرت سربالایی اومدن نداره. فشار میاد به طرف سرازیری تا به لبه پرتگاه نزدیک بشه که آخرین لحظه این جنبش انقلابی نوین ایران جمهوری اسلامی را با یه لگد بفرسته به گورستان تاریخ. رو ویرانهای جمهوری اسلامی جامعه نوین آزاد و برابر و شایسته انسانی و کرامت انسانی را در نظر بگیره، بسازه با قدرت خودش، با دستای خودش. یه مثالی بزنم اینو تموم کنم. یه روزی از مائو سوال کرده بودن تو این کشور همه معتادند، همه گوشه‌گیرند، شما میخواین این کشور رو چجوری درست کنید؟ گفته بود ما الان این کشور 6000 تا جمعیت داره، بنابراین هر کدوم 2 تا دست داره، 1,200,000 دست وجود داره و با این کشور رو اینجوری با 1,200,000 دست میسازیم. الان جامعه چین بیش از بر رو 1 میلیارده و این جامعه یه جامعه سرمایه‌داری به معنای واقعی سرمایه‌داری دولتیه، ربطی به کمونیسم و سوسیالیسم و اینا نداره. ولی میبینیم چطور این چین تونست خودشو بسازه، وایسته و امروز در مقابل ابرقدرت جهانی آمریکا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ نظامی سر بلند کنه. این مثال من فقط مثال، الگوی من نه الگوی چین، نه شوروی سابقه، نه به قول معروف دولت‌های سرمایه‌داری آزاد یا سرمایه‌داری دولتی. آینده جامعه ایران یا آینده نفع دولت ملت و یه جامعه شورایی. سپاسگزارم. به نکات بسیار ارزنده اشاره کردید رفیق برام. یکی از این نکات همین حجم کشتار و سرکوبیه که رژیم در این مدت انجام داد که به خیال خودش بتونه این جنبش رو بخوابونه. نمونهش کشتار زاهدان بوده، کشتار مهاباد، بوکان، جوانرود و بقیه شهرهای ایران بوده که حملات گسترده از بازداشت‌های وسیعی که انجام داده. در کنارش رحم به زندانی هم نکرده. ما اتفاقات متعددی مثل زندان اوین رو داشتیم، آتش سوزی در اونجا، در زندان لاکان رشت هنوز ابعادش مشخص نشده چه اتفاقی اونجا افتاد، چند نفر اونجا مردن دقیق معلوم نیست. در زندان رجایی شهر کرج و فشافویه اونجا هم اعتراضاتی بوده. در زندان سنندج هنوز ابعادش مشخص نیست، چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن. بعدش میاد واقعهایی رو درست میکنه مثل ایزه، میاد میزنه میکشه کودک 10 ساله رو، بعدش هم گردن هم نمیگیره. الان همین چند هفته پیش بود دیگه، 2 هفته پیش بود، حمله کرده به یه روستا، 3 تا جوان رو کشته، 2 نفر رو هم با زخماشون اسیر کرده، هیچ اطلاعی از وضعیتشون در دست نیست. گفته اینا بودن، اینا اومدن چیز کردن، در حالی که اینا
قسم خورده بودن بعد از مرگ کیان پیرفلک که انتقام میگیرن، یا تو شاهچراغ شیراز. دست به همه ترفندهایی که میتونسته زده رژیم، اما نتونسته این جنبش رو سرکوب بکنه. پس این خصوصیت ویژه این جنبشه که با دوره‌های پیشین بسیار متفاوته. و همین روز هم یکی از سردارای سپاه اومده مثلا عنوان کرده در مورد ریزش نیروهاشون، چه در حتی آخوندا، چه بسیجی ها، چه سپاهی ها، میگه خیلی ها از این خواص نیومدن، سابقه نداشته هیچ کدوم از مقامات بلندپایه رژیم اینجوری اذعان بکنن به این قضیه. شما این رو چگونه میبینید و جنبش چگونه باید ادامه بده به این روندش؟ ببینید، تو اونجایی که به وضعیت رژیم برمیگرده، من فیلمایی دیدم که یکی از فرماندهان سپاه داره سخنرانی میکنه، میگه اینایی که تو خیابونا هستن تا دیروز ما رو میدیدن فرار میکردن، الان نمیترسن، با میستن، به ما حمله میکنن. اخیراً فیلمی من دیدم، چقدر درست و غلط، دیگه آخوندی میاد به یه خانمی که حجابش رو رعایت کنه توجه نمیکنه، پلیس میاد آخونده رو میبره بازجویی میکنه، با خانمی که حجاب نداشته کاری نداره. این نمونه ها میتونه داخل ارتش، داخل سپاه، داخل بسیج انسانهایی باشن که پست و مقام ندارن و انسانهای خوبی هستن و به هر رو دستشون به خون مردم هم آلوده نشده و نمیخوان خودشون رو آلوده کنن، اونجا موندن. اینا یه ذره بیشتر به رژیم فشار بیاد، اینا اسلحه‌هاشون رو در اختیار مردم قرار میدن و به مردم میپیوندن. ولی کلاً ساختار نظامی ایران از زمان شاه، از زمان رضا شاه گرفته تا اینا، چه ارتش باشه، چه این دوره بسیج باشه، سپاه باشه، وزارت اطلاعات باشه، لباس شخصی باشه، همه ساختارهای غیر انسانی دارن. جامعه ایران، برای جامعه آینده ایران یکی از مسائل مهم این باشه که باید همه این نیروهای سرکوبگر از ارتش گرفته تا غیره باید منحل بشن. نیروی امنیتی، نیروی دفاعی جدیدی باید تو جامعه ایران به وجود بیاد. امروز سلطنت طلبا دارن تبلیغ میکنن ارتش با ملت. ارتش با ملت نیست. خیلی جاهایی که جمهوری اسلامی این ارتش رو وارد کرده در سرکوب و کشتارها و در وقایع 98 هم کشتار جنوب ایران دیدیم ارتش وارد عمل شده بود. هیچ نیرویی در جمهوری اسلامی مبرا از جنایت نیستن. امروز به لحاظ حقوق بین الملل و جهان شمول مأمور و معذور نداریم. هر کسی به مردم تیراندازی کنه، آدم بکشه، قاتله، چه یه پاسبان ساده باشه یا یه سرهنگ سردار سپاه باشه، مجرم از نظر حقوقی، از نظر اجتماعی. این یک. دوم مسئله اینه که خب خیلی طبیعیه این جنبش به جمهوری اسلامی فشارهای زیادی آورد. به قول اون ربخانه عزیزمون صالحی، خیلی الان سوراخ‌موش خریدن یا دارن میخرن. جمهوری اسلامی امروز آخوند جرأت نمیکنه تو افکار عمومی آزادانه رفت آمد کنه، وحشت دارن. بنابراین تو اونجایی که به رژیم برمیگرده، این جنبش هر چقدر جلو میره، این رژیم عقب میره، ریزش نیروهاش خیلی طبیعیه، ریزش خواهد کرد. خیلی طبیعیه رده های پایین سپاه و بسیج و نمیدونم ارتش با اسلحه‌هاشون به مردم خواهند پیوست. ولی از اون ور این جنبش بر رو ما باید تلاش کنیم اعتراض در محیط کار، ادارات، کارخونه ها و اینها را به ویژه سازماندهی کنیم. همینو میخواستم بگم. مثلا دیروز در کنار تظاهرات عظیمی که تو جوانرود بود، ما اعتصابات پتروشیمی ایلامو داشتیم، در آبادان به همچنین در عراق پتروشیمی عراق رو داشتیم، امروز دوباره دهلوران بوده
و کارگران پسماند شهرداری آبادان بوده و زیادن اینا. یعنی بحث اینه که چیکار باید کرد که اینا همراستا با هم پیش بره و بتونه اون فشار حد اکثری رو رژیم بیاره. رژیم ببینید قیمت دلار رو تا 44,000 تومان هم بالا برد. حالا خودش هم دخیل تو این مسئله، سوای تحریم و تمام مشکلاتی که هست، اما خودش هم در این قضیه دخیل. قطعا میخواد با یکی از اهرم هایی که در دست داره اون فقر تحمیلی به ملت که نیان بیرون، یعنی فقط تو فکر تامین نون و غذاشون باشه. ببین اگه واقع بینانه به جامعه ایران نگاه کنیم، جنبش کارگری تو این 43 سال هرگز ساکت نبوده، اعتراض کرده، اعتصاب کرده. امروز دستمزد یک کارشناس خود حاکمیت گفته که زندگی 2 نفر در تهران نیازمند 25 میلیون تومان در ماه، روستاها 15 میلیون تومان، در صورت که میانگین دستمزدهای رسمی کارگران 5 میلیونه، غیر رسمی ها که 2-3 میلیون بیشتر نیست. و الان هم در مقطع انعقاد قراردادهای دست جمعی قرار داریم و من مطمئنم که این روزها با توجه به این مسئله جمهوری اسلامی نه امکان اینو داره که دستمزدها را در اون حدی بالا ببره که طبقه کارگر راضی بشه، معلمان راضی بشن، مزدبگیران راضی بشن، نه توان اونو داره، نه اصلا جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران به فکر اینن که شکم مزدبگیران سیر بشه. یه سیاستشون همیشه این بوده اینا را همیشه گرسنه نگه داریم، نیازمند کارفرما میشه، سیر بشه شاید اعتراضات بیشتری بکنه. بنابراین این سیاست جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر امروز اونم شکست خورده. به زودی طبقه کارگر به باور من و با فصل انعقاد قراردادهای دست جمعی تو این ماه‌های آخر سال ایرانی دست به اعتراض اعتصاب خواهند زد و تا کنون هم تا آنجاهایی که دست به اعتراض اعتصاب زدن از این جنبش مردمی و از این نیروی جوانان دفاع کردن. این یه مسئله همه این جوانایی که ما 20 ساله تو خیابونا داریم میبینیم اینا بچهای پولداران نیستن، بچهای کارگران هستن. یه بخش آموزش سیاسی اجتماعی اعتراض اعتصاب از این پدرانشون یاد گرفتن و یه بخش از اینا خشمگینن به دلیل اینکه وضعیت پدر مادراشون رو دیدن که جمهوری اسلامی چه بلایی سرشون آورد. این دانشجوها تو دانشگاه شعار میدن ما بچه‌های کارگرانیم، تا آخر در کنار کارگران میستیم. بنابراین این بحثی که گفته میشه جنبش کارگران تو این خیزش نقشی نداشتن، به نظرم بی انصافیه. نقش داشتن و حامی این جنبش هستن، ولی خب خیلی روشنه جنبش کارگری به ویژه صنایع نفت زمانی وارد میدان میشه دیگه اون ضربه های آخر رو با حاکمیت وارد کنه. سپاسگزارم رفیق تمام انقلابات این اتفاقات قبلا این تجربیات افتاده، ما تجربه 57 هم داریم گرچه الان فرق میکنه. بنابراین من مطمئنم که جنبش کارگری یکی از جنبش‌های سرنوشت ساز در جامعه ایرانه. متحدینش جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش محیط زیست، جنبش مردم تحت ستم هست. الان به فکر اینه که این جنبش‌ها با هم متحد بشن و با آخرین ضربه را به جمهوری اسلامی وارد کنن. بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما تمام شد در این لحظه. از حضور پربار شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم. حتما همین مسئله رو در برنامه‌های آتی با هم دیگه دوباره مورد بحث قرار میدیم و دنبال میکنیم. بسیار سپاسگزارم، خیلی لطف کردید در این برنامه حضور پیدا کردید.
منم از شما همکارانتون تشکر میکنم. بار دیگه برای بینندگان تلویزیون موفقیت و پیروزی آرزو میکنم. سپاسگزارم. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار خرسندیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ویژه برنامه دیگر، شب و روزهایی پر از سلامتی و سربلندی براتون آرزو مندیم.